وطن رایجی سلام. تصویر در بک‌گراند نگاه کنی، همتون با نام شما آشناسین. با شعر شما بازم نامش میگیرم. حسیب خان زواک. یک تعداد کثیف های در ملیت تاجیک که فعلا تمام اقوام دیگر در شبکه مجازی مثل تیک تاک توهین و تحقیر میکنه و یک تعداد دیگهش لشمک مثل یاور واره باز از ادبیات فرهنگ و تمدن صحبت میکنه، از جغرافیا و تاریخ صحبت میکنه. چیزی را که من دیدم من حیث یک تاجیک در زبان نه فارسی و پارسی، یک تعداد افراد مریض بیهویت که فعلا دیگه اقوام توهین و تحقیر میکنه، ملیت پشتون میگه که تو افغان غول هستی، به فرهنگ هستی، به تمدن هستی. از روزی که من در تیک تاک آمدم که لایف های ازی بچه رو میبینم، ویدیوهای ازی حسیب خان زواک میبینم، تو باور به خدا بکنین که من یک تاجیک تباره به اندازه ازی با فرهنگ با ادب نیافتم. نه از تحصیل کرده ملیت تاجیک ما، نه از به تحصیلش. اینی نفر که لایف میه در پایین لایف ازی 20,000 15,000 10,000 نفر که تو قومش جاهل و به فرهنگ و به تمدن میگی، میشینه به گپاش گوش میکنه و تویی که اسناد دکترا و بیادر مچم تا ست و چیو تحصیل کردی، از فرهنگ و تمدن ملیت تاجیک صحبت میکنی، به اندازه صفر از این نفر تو بیادر دانش نداری. تو بالای ازم ذهنت کنترل نداری. 5 دقیقه یک روز می از ادبیات صحبت میکنی، از فرهنگ تاجیک و نژاد صحبت میکنی، روز دوم که یک نفر در لایفت آمد، نه خوارش میمونی، نه مادرش میمونی، نه ناموسش میمونی، نه قومش میمونی، نه ملیتش میمونی، حتی از قوم ملیت خودت، پشتون و ازبک هزاره را خب ببین، حتی از ملیت خودت که تاجیک است، نه خوارش میمونی، نه ناموسش میمونی، نه دیگهش، نه زبانش بدر، نه ولایتش، نه دیگهش، سمتش. پس تو بیا با ما ایره ثابت بساز که تو بیادر پشتون میگی افغانی غول، تو بیادر بیاد امی فرهنگ و تمدن و مؤدب بودن تا خوب بیادر فهمیدی با ما ثابت بساز. وقتی که تو از یک تاریخ و تمدن 3000 سالش بای پشتون میمونیم، گفته شما 4700 سال صحبت میکنی، از مولانا و بیادر البیرونی و کی سخن میگی که زبان من فارس است و من خراسان میخوایم و زبان من پارسی و دری است، حال تو خمول لیاقت شایستگی از امی زبانم نداری، حال تو همت غیرت از امی زبانم نداری. توی اینی نفر بیا که درس عبرت میشه. من باور به خدا بکنم من حیث یک تاجیک در زبان افغانستان وقتی که نفر لایف میه، من میرم فهمیدی بعد در پایین لایف از یاد میگیرم. در لایف یک تاجیک که میرم، اما زیادتر بینندش که 600 نفر، شراب، از زناکاری، از لواطت کاری، از بچه بازی، از دنبوره، خلاصه برادر از توهین، تحقیر، نژاد، سمت و غیره دیگه. من هیچ چیز در می لایف های شما ندیدم، هیچ چیز من ندیدم. به من نسل خود هیچ شما رحم نکردین. این دیگه نسل را بیادر دیگه ملیت ها و دیگه را خوب ببین. گفتم اما خوب تحصیل کرده ملیت من تو به خاک پای زینی بشک به نام حسیب زواک نمیرسه و ما بالای امچو یک افغان افتخار میکنم. باور به خدا بکنین هر باری که در لایف ازی من میرم، من ازی اینقدر چیزها را یاد میگیرم که نه قوم پرست است، نه زبان پرست است، نه ملیت پرست است، نه نژاد پرست است. خوب میگه، بد میگه، سفید میگه، سیاه میگه. در برابر تمام ملیت خود فهمیدی بیادر سینه سپر کرده، حقیقت میگه. تو خونمو بیادر خاینته، امو غاصبته، امو اختطافچیته، امو بیناموسته، امو دلو دوسته.
یکیش فهمیدی برادر نر نشد یک روز به قد بگی که برادر اینی را که من رهبر میگم اینی رقم یک گندگی در وجودش داشت اینی نفر نر واره میاد صحبت میکنه ذهنیت سازی میکنه به ملتش به مردمش به قومش به خیشش تو چی میگونی تو میگی غیر توهین و تحقیر نه غاصب تا غاصب میگی نه بیادر فهمید اختطافچی تا اختطافچی میگی نه بیادر دوز تا دوز میگی نه بیادر لوچک تا لوچک میگی نه لندغر تا لندغر میگی نه فهمیدی بیادر تروریست تا تروریست میگی نه آدم کش تا آدم کش میگی نه بیادر فهمیدی خلاصه تو چی داری خواهی یک تعریف مشخص تو از خود نداری همیشور میخوری نه مولانا و بیادر فهمیدی این چند قطع اشعار و فهمیدی بیادر من این رقم فرهنگ دارم اینی بیادر زبانم است اینی تمدنم است در حالی که نوک به نوک سوزن تو به او فرهنگ و به او تمدن بیادر فهمیدی تو خود احترام نداری بجز توهین و تحقیر تو دیگه چی داری بفرما